قهوه داره پیازا. لالا سلام علیک. و علیکم السلام. نه نباشی. چنم لالا پیاده. خوبی جان جور. خیلی. شکر. چیکار میکنی؟ پیاز چیکار میکنی؟ دیگه چیکار کنم؟ من الفای زیرا چی می‌تونی؟ لالا جان. چه کنیم من یک چهار کلمه گپ به شما میگم. بگی. امی نورالله خوارزاده ما. نه. این دیگه چیکار میکنه؟ ان 2 ماه شده از امی خوار ما. این نه ختم قرآن به هفتم گیری، نه ختم قرآن به چهلم گیری، نه چهار نفر به میشه فاتحه و جنازه خبر که یا ختم قرآن گیری به سیوم و اینا. ای چه کار میکنه؟ ان 2 ماه شدی خف خور میزنه. چرا شما هم به فکر می گپ نیم آخه؟ او کو امیت پیگوشی رد میکنه. او کو نه به خوار ما مصرف که نه امید چی امیت به میبرتی نجوری اینا هم تیر که این آخر عاقبت دیگه چیکار میشه؟ این مردم به دل خودی میگم. شما چرا به فکر شما با بله می گپ نمیکشه؟ من امی ایرون امی کارم. یعنی رمضان من نمیفهمم بابا. من تو غرقم که چیکار کنم؟ و خیشته غرقیم شما که خف خور میزنه. من میگم شما امرو بخزیم صبح بخزیم بگیم اصلا شما هم به فکر می گپ نی، او هم به فکر می گپ نیه. حق اولیت یعنی از اون که به مادر خو ختم قرآن بگیری یا از ما و شما که به خواهر خو بگیریم؟ زونه ما به فکر ازونو که میگه او باکم بکنه جلتا ختم قرآنه. او که به فکر می گپ نیه. چرا شما جلوی نمیریم نمیگیریم؟ یعنی ولی برون برای بگو اشته سکنیم. ما به شما چی میگم؟ خب حل ده برین سرگوشی رو کنیم برای بگیم نورالله اگر تو ختم قرآن چرا تا حال نگرفتی؟ او مثلا شاید بگه من پول ندارم، شاید دیگه مشکلات دیگه بگه مثلا. شما برای بگیم تو تا به حال تو هیچ خدمت به مادر خو نکردی. خلاص اگر تو ختم قرآن به مادر خو نمیگیری که من برار نم ختم قرآن به مادر خو بگیرم خوار خو بگیرم. من به فکر می کار باشم حداقل پیش این مردم من مثلا سرم به زمین نخوره. ها دیگه مردم میگن تو سگو بچیو نگیری ختم قرآن برارای غیرتی نشدم نگرفتم. اگر با نمیگرفت تو بیایم من هر چی که شما خبری ازم 1 نفر تا 1000 نفر شما ختم قرآن بگیریم سرپرستی کلونتری کنیم خبر کنیم می قوم خیش و دوست و رفیق و حق و همسایه خبر کنیم ختم قرآن کلون بم تالار میگیریم نسبانه است. ما حاضرم که ما به خوار خون نسبه ختم قرآن بگیریم هر چی مایه بشه. رمضان میفهمی گل چیه؟ اگه نکنم خود من تنها به ختم قرآن بخونم. نه تنها نمایه با تنها اگه با سال نه که اگه تنها مثلا ختم قرآن میکه هر کی میکنه منتها اگه رو ختم قرآن نگرفت ما و شما مشترک میگیریم. میرم به خونه چای میخورم بعد میرم به سرای میرم خود عدل سعی گپ میزنم. اگر گپ رو قبول کرد نکرد فقط خود به ختم قرآن بخوره خونی. اگه بودم خود تو رضایتش بودیم شریک میشدی هم دل تو شریک میشون. لالا ما تا پله آخر خودی شما هستم هم سالونه و هم سالگرد خوار هم ما میگیریم. این بخون نمیفهم تا چه کار به چه فکره؟ لالا ای اصلا همین نجوری و همه چیز را همیت به عبرتی تیر که عدد یک دفعه خوار من به یک دکتر حال نشون نداد. بیشتر همی درد نامی مردن خوار به خاطر همی که نجوری نتونست تداوی کنه. ما و شما هم که بلد چوچه پیش خو لقمه نون گم بودیم یک توان و قدرت نداشتیم. او که وضع از ما بیتر هم هست. یک قوت و توان نداشتیم پول نداشتیم دست ما تنگ بود که ما مثلا وجود تداوی کنیم. با کی میرسه مثلا برای به خوار خو چه کنه واخه؟ کاش که ما داشته باشیم. والا که من میرم لالا اگر شما ما این بدن که اینا ما به شما سیو کنم میریم و خزین بریم. اگر مونده شدیم بریم به خونه پیاله چای بخوریم با خزین بریم. برگه سیو میکنی؟ سیو میکنم ما و خزین بریم شما. انا تو سیو کنم من میرم خونه فقط پیاله چای بخورم میرم خونه. بریم سر گوشی دال دوا کنیم. برتی خوارزاده ما تیر کنه من خجالت نمیکشه به پیش همی قوم خیش ما چی سر بلنده داره. بگم من ای هم خف فرزد برار نه هم خف فرزد اینا خدا خوب جو رسیدن که خوار نامرد نورالله هم خدا خوب جو رسید که مادر هرگیز خدا میته به 4 خدا بده آدم نده. شمالی جان چطور شاره کلان است
مهاجرت کنه سج فراغت همیشه دستگی روی کساله گروه بی بفا یاد تو باشه شدی از من جدا یاد تو باشه سالی الفت گذاشتی با رقیبان خیانت کاری من یاد تو باشه شرایطش بابا خویی رو بشینیم دیگه شما آدم کتیل از میاد که کلم داشت بیمی باید صبح شیشتن خوی فرکشته بشینی که من امروزی بر بشینم یایی بر بشینم از با یک تپه بشی که من بیام بشینم بابا یک پرسان در دیل خل ردواره زن که اصحاب میمونم که خراب نیه همین تو حال برام ریزی میکنه خیلی نکنم بابا یک سوال در مقابل اتفاقی که در اصول مبنی سر شما افتاده روزی که عقل کمال بخش میکنه در شما به کجا برید؟ همون روز من به نونوهی بیدم الان بابا این میلیشه این فرش این زمین شما از همه جا با کسی میان اینجا بشید و من این تو چه روزی باید میشه دیلا بگید خیلی ردواره زن نده خیلی پیچیده هم خودم من علی کسان بیم رو فراره برو به خونی عباس اینا خونی هم میخو همون 10,000 رو صبح بیاره بگید دارم همون 10,000 که دونا پول ماهیم همون مال پول دارم و مال به من میدم اونا پول دارم که بدم به شما همونا بست و بیا که خواسته خرن قرآن ما بگیرم پس مقرم کی؟ بخوار خو ممودر بیرالله حالا بفهمیدی بیرالله خون آمد یا بی غیرت ان دو ماه شد اخوار خدا بیام رضافت کرد بدی ما نه به نگیری فهمی نه به کار فهمی نه به خرن قرآن نه به چهلم نه به عشق هیچ اصلا هیچ خرن قرآن نگیری آخه برکن خودت قلقله کنیم تو نمیتونی کار کنم برو خرن قرآن بگیرم امی بچه ها مردم چیزایی که بمی هر کاری به درد میخورم بچه ما که بم سرای الا نمیکنم نمیگم این پیار ما چای ماه نی نون ما یک دمی نمی خبر نمیگیره که ببینید چی کار دارم چی کار ندارم فقط دور یله کو بخنده کار تنیس ای کنه خدادی کار ساختن نیه به مکتبم ترای میکنم درسم نمیخونه موندن نباشه بابا بگم نورالله جو بابا یک ترمز چای کو بیام بشی یک دقیقه نورالله خوب بشا خواه کو که مثل چی میگن 4 کیلو گپ میزنم رفت که میگه دق نشی دق همیشی برو خون خوشیش تا نون بخور دو ماه میشه خدا بیامرزم مادر تو دو ماه میشه تو نبره دکتری کشیدی نبره زحمت کشیدی هیچ کاری نکردی بریو انا هفتمی هم خلاص شد 40می هم خلاص شد انا 2 ماه میشه تر شده تا به کی دیگه به غفلتی کنم یعنی ما چه کار کنم من یک نفر آدمم از این بر دره و دستیم اینجا گفته از این بر اودری به دست منه که می جور مگر ما کار کنم من فارغ نمیشم که سر خور بخورونم شما امروز بیا آمادیم ادعا دارین که تو چرا ختم قرآن نمیکنی آیا فعلا کار فرض گفتم و سنت گفتم
من امی دره و دسته خورم یال فلان پرتو کنم او دری خود زمین دری خود پرتو کنم برم برای ختم قرآن برم ختم قرآن 10 روز پستر هم میشه 20 روز پستر هم میشه یا نمیشه شما عمل بیام جدی گیرین که من مگر عمل عتمی و جسمی برم ختم قرآن کنم همین راهی است علی بچه من رو میبینیم همینه کلون هم میبینیم همینه از یک ترمز چای ساخته نشد که سر زمینا بیاره چی میگم با وقت نجیله خرید در دست تو کجا بود ها با وقت مردن با کجا در دست تو کجا بود با هفتمی با در دست تو کجا بود به چهلمی با کجا بود تو بونه میگونی تو چرا بونه خور میکنی بدی کارا که تو هم یک روز که ختم قرآن بگیری یک تمام حاصلات هم میرزه راست میگم ببین یعنی ما میگه من چیکار کنم نه من چیکار کنم من یال فلان می داره و دسته خوره نکنم من صبح ختم قرآن کنم به یک روزیش کار نمیشه بابا اون مهمتره بابا به چشم مردم هم شما مگر وقت ختم قرآن میفهمی نورالله خوب بشنو که چی میگم اگه صبح روز بمیری کار بکو که این بچه تو بیا ساعت قبل ختم بخونی میفهمی یا نه هرچی به می زمین کش نکنی آخر مگر دره کنی تو که مرد ختم قرآن نشه که بخوار میبدی الان میرو اشونه به او خود خو بخوار خو ختم قرآن میگیرم کار بکو که مردم به تو نخنده خود ماشونه به او خو ختم قرآن بخوار خو میگیرم تو که نامردی بی غیرتی اصلا تو ننگ نداری راست میگم بابا ببینه یک ختم قرآنی به حق بود که شما دو ماه جلوتر میگرفتی آن 2 ماه تیر شده به همین 2 ماه شما یک ختم قرآنی به بیبی من نگرفتی یعنی بونه میکنه که کشتکارم هم میرزه یم بونه شو این مهمتره یا اون مهمتره یعنی ما برو ور کارگر بگیرم یا داریم ما ورداده خود بگم نمام که ختم قرآن مخبر میگیری میفهم یا برو دیگه میفهم یا نه خود میرم ختم قرآن مخبر میگیری تو نان ندای کلا میده خود کی خوب بابا به تام میرسه خوارتونه تام حق داری یک ختم قرآن بجو بکو دسته به من کنه دادم مدارتونه باشه مدار من شما خوار شما بود بیا ما دیم اینجا به من میگه ختم قرآن کو که بالا بشینیم لقمه زنیم و شما هم که میرسه دیگه وقتی برو تام ترمز چای بیار اگه پیش من هستی وقتی کار که گلو خوش شده توش نگی